سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. شما برنامه نوید بامدادی را تماشا دارید. امروز یکشنبه 3 مارس است و نخست شروع میکنیم از خبرهای تاجیکستان. شرافالدین گدایف، یکی از منتقدان شدیدلحن حکومت تاجیکستان در خارج که 2 هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز 2 مارس از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاه ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال در دوشنبه پیدا شد. مقامات گفتند وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفان ادعا دارند گدایف در مسکو ربوده شده غیر اختیار خود به دوشنبه برده شد. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده است. گدایف تاکنون توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع شده را بر عهده داشت. شخص گمانبر به لطوکوبی بیرحمانه یک دختر در مرکز شهر دوشنبه که ویدیویش در شبکه‌های اجتماعی بحثی تند را به وجود آورد دستگیر شده است. ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 2 مارس خبر داد که جوان بازداشت شده خورشید عزیزوی 23 ساله است و نسبت او با اتهام اوباشی پرونده جنایی باز شده است، در حالی که با عزیزوف از 55 تا 110,000 سومونی جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. جبر دیده ملکه صاحب نظر و میگوید شب گذشته همراه خورشید در شعبه پلیس بود و به مقامات هم گفته است از این پسر یگان شکایت نمیکند. ظاهرا این دو جوان مناسبت عاشقانه دارند و ملکه میگوید بنابر آنه که ساعت 6 صبح به آگاهی او با دوگانه‌اش با سیر و گشت برآمد لطوکوب شد. والدین ملکه صاحب نظر میگویند این بار اول نیست که او از طرف خورشید عزیزوف لطوکوب می شود. امام نظر صاحب نظروف پدر ملکه در صحبت با رادیو آزادی گفت بارها خواست به ملیسه مراجعت کند اما دخترش راضی نیست. نزدیکان ملکه صاحب نظرova گفتند چند بار به خورشید عزیزوف گفتند که اگر دخترشان را دوست می‌دارد بگذار با عائله دار شود، اما به گفته نزدیکان ملکه جوان این درخواست آنها را اجرا نکرده است. بیننده ارجمند، رو می‌آوریم به خبر دیگر. فصل بهار فرا رسید و کشاورزان به موسم نوی کشت و کار آغاز کردند. در این میان سیاستمداران نیز استثنا نیستند، از جمله رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که به کشاورزی و باغداری توجهی خاصه دارد. در روزهای اول بهار همکارم سرویناز روح الله به منزل این سیاستمدار رفت و از او درباره باغداری، فعالیت‌های سیاسی و مناسبتش با حکومت و مخالفین پرسید. رحمت الله زایروف در روزهای اول بهار باغداری میکرد. میگوید به غیر از باغچه نزد خانه‌اش در دوشنبه در ورزاب و رودکی هم باغ دارد. این یک خوبی از همین کودکیم. ما من فقط خربوزه تربوزه دیگه چیز میکوریدیم، من دشتو با کار میکردیم و خخت مختف. من حتی در همین کودکیم بسیار باغپروری کرده. همین دوره سال 1973 سال پریمیه میچوری نگرفته بودم. من اینا انجیر. زایروف میگوید در باغهایش از همه بیشتر انجیر و سیب پرورش میکند. در همین شهر دوشنبه ناحیه رودکی دیگر من 5,000 تا انجیر شناندم. ما یک چند تا باغ گرفتیم. البته یگان باغ به نام من نیست. زمینه برای آبادانی، برای باغداری دیگر چیز نام دیگر آدم‌ها به میگیرم. من فقط وایها به یاردم میکنم که بیاید نیولوی انا این خیل شنونید. سونه همه نیولوی خودم تامین کرده میتیم چند تا در کار باشد. سیب، نوک، اهم اسیب اهمش بهترینش این سیمیرینکا. رحمت الله زایروف میگوید باغداری را وظیفه جمعیتی خود میداند. درختان اطراف بنا را هم خودش شنانده است. با سؤال اینکه حالا همچون یک سیاستمدار بیشتر کدام موضوعات در ذهنش می آیند گفت یکمش دائما از روی کسب خیلی با مردم از جهت حقوقی و اجتماعی و یاردم کردن. دویمش این البته سیاست، این سیاست شناسی دیگر چیز. لیکن من کار اصلی که شب روز کار میکردم این علم است. نه تنها علم حقوق شناسی، گوناگون علم ها از جمله اقتصاد و جغرافیا و دیگه همه سوالا که کار میکنیم. و البته چهارم سمتش این کار با کادرها.
فعالیت حزب سوسیال دموکرات بیش از 5 سال اخیر بعد از انتخابات پرزیدنتی در فضای سیاسی کمرنگ بود. رئیس این حزب میگوید حادثه های آن دوره شیوه کارش را تغییر داد و سفینه حزب همانو در اقیانوس سیاست در حال شنا کردن است، گاه روی آب و گاه زیر آب. دیدم که اکثریت کنی زویرف چکار میکند، زویرف چی نتیجه میگیرد، کنی بینیم چی نتیجه چی میشد، سونه از این نگاه کرده ما عمل میکنیم. حاضر به خلاصه آمدم که بسیار آدمو که انفرادی کار کردن در کار، کادرهایی که از روی مثال دیل و وفاداری حاضر کار میکنن، از روی اعتقاد به حزب آمدن و انفرادی من آنها را جلب کردم، اکثریتشون نمایان نیستند. رحمت الله زویرو گفت مناسبتش با حکومت و آنهایی که از کشور بیرون قرار دارند یکسان است. با گفته رئیس حزب سوسیال دموکرات، این حزب سیاسی به انتخابات‌های آینده آمادگی می‌بیند. هرچند از شانس پیروزی سخن گفتن بر وقت باشد، ولی زویرو میگوید امیدوار است. من بسیارتر امیدوار هستم از انتخابات پارلمانتی و مجلس وکیلان خلقی محلی، برای که حاضر درباره انتخابات پرزیدنتی گپ زدن بر محل میشد. لیکن اطمینان کامل دارم که همین انتخابات پرزیدنتی این سفر هیچ نباشد 2-3 نفر نامزد حقانی را با میان میآورد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی فعال است. در حال حاضر با ادعای مسئولانش بیش از 8000 عضو دارد و از سال 1998 از زمان تأسیسش رهبری حزب بر دوش رحمت الله زویرو است. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی دوشنبه. برنامه نوید بامدادی را تماشا دارید و حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی خود محروم کردند. قبلا وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرده بود که برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1 میلیون جایزه می‌دهد. در آمریکا با این باورند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. علیه رشید قادروف دادستان پیشینی ازبکستان که بررسی پروندهش در دادگاه یونس آباد شهر تاشکند ادامه دارد عیبی نو اعلان شد. مقامات این دفعه او را به تشکیل اتحاد جنایی متهم کردند. در این باره به بخش ازبکی رادیو آزادی روز 1 مارس یکی از حقوقدانهای آگاه از جزئیات پرونده خبر داده است. رشید قادروف که از سال 2000 تا سال 2015 دادستانی کل ازبکستان بود، ماه فوریه سال 2018 به حبس گرفته شد. وی به طمع‌جویی، سوء استفاده از مقام و رشوتگیری متهم بود و حالا با این فهرست تشکیل اتحاد جنایی همراه شد. برای تشکیل اتحاد جنایی در ازبکستان از 15 تا 20 سالی زندان پیش بینی شده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. خداحافظ.